سلام، اینک درس نوبتی آموزش زبان C++. و در این درس من میخواستم اوید عملهای منطقی و اپراتور سیکلی فور گفته گذارم. برای این وارد میگردیم به سامانه oftop.com و در آنجا انتخاب میکنیم یعنی که اوراق C++ تاجیکی و در اینجا باشد عملهای منطقی، یعنی که اول موضوع عملهای منطقی بعدا اپراتور سیکلی فور. خب خیلی که دیده استوده در اینجا عملهای منطقی ساده و واضح نوشته شدند. این چنین نمونه کد برنامه هست که از اینجا گرفته مثلا در کامپیلاتور داخل کرده دیدن ممکن و این چنین سوال ها برای مستحکم کنیم. خب خیلی که دیده استادید در اینجا نوشته شده است که عملهای منطقی جورج بول به شما امکانات ساختن اپراتورهای مرکب منطقی را میدهند. عملی منطقی نوت چنین معین شده است، یعنی که نوت، عملی منطقی اند و عملی منطقی آر. خب یعنی که نوت نه، اند یعنی که و، آر یعنی که یا. خب اپراتورهای C++ که با این عملهای منطقی برابر خواهند، یعنی که عملهای منطقی هستند نوت، هستند اند، هستند آر، اما در زبان C++ باشد با جای کلمه نوت استفاده میبرند چرا؟ علامت خطاب را، یعنی که نوت x نمی نویسند و می نویسند که علامت خطاب x. خب با جای کلمه مثلا end باشد دو رمز پای در پای مثلا کنیانکسی رو می نویسند. با جای مثلا کلمه or دو تا خط راست می گذارند. خب در اینجا خیلی دیده استاده با جای end مثلا اومده است دو نشانه کنیانکسی، رمز کنیانکسی، و با جای or باشد اومده است دو تا خط راست. و در اینجا کمی اوید این عملهای منطقی گویا که سخن می رود به شما تفسیر می دادم که خواند و بیاید ما کار را آغاز میکنیم از عمل منطقی نوت. خب بیاید یک بار میگذاریم به زبان سی تا که برای شما فهماتر باشد. ما می نویسیم کلمه نوت. نوت گفتیم که این عمل منطقی، اما در C++ باشد با جای نوت با زبان لاتینی نویسیم با جای نوت چرا استفاده میبرند؟ علامت یکی استفاده میبرند علامت خطاب را. چی خیل؟ یعنی که نوت این کار، یعنی که اگر شما به برنامه فهمونید که ا مثلا برابر به ب، ا برابر به ب، مثلا ا برابر به دو، ب برابر به دو، هر دو این برابر هست، دو به دو برابر، یعنی که برنامه کامپیلاتور به شما جواب میدهد که بله هر دو برابر هستند. اما وقتی که شما کلمه نوت را استفاده میبرید در آن حالت این عمل برعکس اجرا کرده می شود، یعنی که این کار کرده می شود. چگونه؟ مثلا اگر میگیم که قیمت
مثلا میگیم که قیمت x برابر به true. اگر not x گویم آنگاه جواب چی می شود؟ false. یعنی که عمل منطقی not انکار یگان عمل را نشان میدهد. بیایید تغییر بنده A اعلان میکنیم، قیمت اولش 2 و B. سیاوت میگیم که قیمت B را داخل کنید، قیمت B را داخل کنید، نقطه ویرگول و میگیم که سین B. اکنون با دقت باشید، من می نویسم که اگر در داخل قفس not A برابر به B باشد، آنگاه چی؟ سیاوت قیمت A و قیمت B برابر می باشد. خب اکنون با دقت باشید، در اینجا کلمه نات علاقه با خط سرخ اشاره کرده شد. برای چی؟ برای اون که کامپیلاتور این کلمه را نمیشناسد. برای اون که این کلمه به این یعنی که فهمانده نشده است، به این گفته شده است که به جای کلمه نات استفاده بر چی؟ علامت خطاب را، یعنی که ما میگذاریم با جای کلمه نات علامت خطاب. خب اکنون دقت دید، بیاید برنامه را به کار می‌داریم، تکمچه F5 را پخش میکنیم یا اینکه در اینجا تکمچه سپوس را پخش میکنیم و ببینید من قیمتی B را داخل میکنم 2. انتر. یگان جواب نبرآمد. برای چی؟ برای اون که وقتی که ما قیمت B را هم 2 داخل میکنیم در اینجا سنجیده می شود 2 برابر به 2 می، یعنی که جواب می شود ها 2 برابر به 2 است و در این حالت اینجا عمل منطقی نات ایستاده است، این عمل را انکار میکند، یعنی که نه، برای این شرط گذاشته ما اجرا کرده نمی شود. یعنی که وقتی که برنامه با اجرای کد میگذارد در اینجا شرط گذاشته شده است، یعنی که نوت 2 برابر 2. اگر ما هم تو گویم که 2 برابر 2 آنگاه جواب می شود چی؟ ها. اکنون همین کلمه ها را نوت چی کار میکند؟ این کار میکند. این کار کرده میگوید که نه، یعنی که وقتی که 2 به 2 برابر می شود آنگاه فونکسی نوت، عمل منطقی نوت این شرط را، این برابری را انکار کرده میگوید که نه. اگر نه باشد میگوید که ها.
بیایید میبینیم F5 رو پخش میکنیم و داخل میکنیم قیمتی B رو مثلا 3. چخیلی که دیده استادید علاکه شرطی گذاشته ما اجرا کرده شد. قیمتی A با B با قیمتی B برابر است، برابر می باشد. یعنی که ما داخل کردیم 3. اینجا ببینید 2 برابر با 3 می نه، یعنی که این قسم اجرا نشد، قیمتی باز میگرداندش نه. اما از سبب اون که ما در اینجا عملی نات را استفاده برده ایستادیم، این چی کار میکند؟ نه باشد میگوید که ها. چخیلی که در اینجا نوشته شده است اگر قیمت x فالش باشد آنگاه قیمتی ترو را باز میگرداند. یعنی که اگر نه باشد میگوید که ها، اگر ها باشد میگوید که نه. تمام، فقط همین چی. یعنی که این کار همین. اگر 2 برابر با 2 باشد میگوید که نه، 2 برابر با 2 نه. اگر 2 برابر مثلا اینجا اگر ما 1 گذاریم، یعنی که نویسیم که 2 برابر با 1 می اینجا با نمی شود، اما این میگوید که ها. 2 برابر با 1 می نه. این کار عملی منطقی نات این کار میکنن، میگوید که بله برابر. اینچنین در اینجا عملی منطقی اند می باشد که در آن دو قیمت x و y. خیلی که در این جدول دیده استادید اگر قیمت x فالش باشد، قیمت y فالش باشد، آنگاه جواب چی می شود؟ فالش. یعنی که x و y فالش. اگر مثلا قیمت x فالش باشد، قیمت y ترو باشد، باز هم می شود از فالش، یعنی که نه. اگر قیمت x ترو و قیمت y فالش باشد، در این حالت هم می شود از فالش. اگر هم قیمت x و هم قیمت y ترو باشند، در آن حالت چی این عمل اجرا کرده می شود است. چی خیل؟ مثلا بیایید میگیم که x این یک دانشجو، y این دانشجوی دیگر. من چی میگم؟ میگم که هر دوی شما، یعنی که دانشجوی x و دانشجوی y در درس آینده باید وظیفه خانگی را چی آماده نماید. درس دیگر شد، دیدیم که دانشجوی x آن وظیفه که ما به دانشجوی x داده بودیم اجرا نکرد، دانشجوی y نیز هم اجرا نکرد. یعنی که هر دوی آنها چی کار کردن؟ نه. در آن حالت چی؟ گفته من اجرا نشد. من به دانشجوی درس دیگر شد، دانشجوی x باز هم درس را اجرا نکرد وظیفه خانگی را، اما دانشجوی که y یعنی که اجرا کرد، چی می شود؟ باز هم شرط اجرا نشد. من گفته بودم که تو و تو. خب درس دیگر شد، دانشجوی x درس را تیار کرد، دانشجوی y باشد درس را تیار نکرد وظیفه خانگی را. در این حالت هم گفته من اجرا نشد. و تنها در یک حالت، در حالتی که هم دانشجوی x و هم دانشجوی y به وظیفه خانگی تیار میشوند، آنگاه گفته من چی اجرا میشود. یعنی که چون من در اینجا کلمه و را استفاده برده استادم و برای همین وقتی که ما اوید عملی منطقی و اند یگان شرط میگذاریم، در آن حالت اجرا میشد است که هر دو گویا که هم قیمت x و هم قیمت y چی باشند؟ با ترو برابر باشند، یعنی که ها. خب ببینید عمل منطقی اور. اگر من گویم که دانشجوی x یا دانشجوی y یا تو درس دیگر، یعنی که وظیفه خانگی را تیار کنید. هر دو اومدن به درس، دانشجوی y تو درس را وظیفه خانگی را اجرا کردی،
یعنی که فالش. نه اجرا نکردم استاد. دانشجوی ایگریک تو وظیفه خانگیت رو اجرا نمودی؟ نه استاد. یعنی که چی شد؟ سخن استاد اجرا کردن نشد. هر دو دانشجو یعنی که کار رو اجرا نکردن. خب درس دیگر شد. دانشجوی ایکس تو وظیفه خانگی رو اجرا نمودی؟ میگه که نه استاد. دانشجوی ایگریک تو چی؟ میگه ها. گفته استاد چی؟ اجرا شد. برای چی؟ برای اینکه استاد در آنجا کلمه یا را استفاده برد. یا تو از هر دو یکی. از هر دو یکی. یا تو با مثلا گرفتن گویا که استیپندی رکتوری پیشنهاد کرده میشه یا تو. و ببینید که تنها در یک حالت عمل منطقی یا مثلا این کار کرده میشه است. در آن حالتی که هم ایگریک و هم ایکس یعنی که اجرا کرده نشوند. خب بیاید اینها رو در عمل دیده میبریم. برای این چی کار میکنیم؟ خب ما دو تغییر بنده علاقه داریم و اینجا ببینید یک شرط دیگر میگذاریم. گمان میکنم علاقه آیدی عمل منطقی نات کمی معلومات پیدا نموده و خیلی که گفتیم در اینجا این چنین عمل منطقی and و چی عمل منطقی or هستند. and این و گفته or باشد این یا. خب در اینجا ما تغییر بنده A رو اعلان نموده قیمت اولش رو به 2 بخشیدیم و قیمت B رو داخل کردیم. بیاید شرط میگذاریم. اگر B برابر به 2 و یعنی که شیفت و 7 وقتی که ما شیفت رو داشته ایستاده تگمچه 7 رو پخش میکنیم اونگاه در یعنی که رمزی کنیوس پیدا می شود. B برابر به 2 و A برابر به 2 باشد آنگاه چی؟ قیمت A با قیمت B برابر می باشد. بیاد میسنجیم. ببینید اینجا ما خطاگی کردیم. یعنی که ما باید دو مراتب برابری گذاریم برای خاطر سنجش گذراندن. این چرا اهمیتی هست؟ زیرا که اگر ما یک برابری گذاریم آنگاه این اپراتور بخشش می شود و این قیمت 2 رو با چی؟ با تغییر بنده B می بخشد. وقتی که ما 2 برابری میگذاریم الکی در اینجا سنجش گذرانده می شود. تگمچه F5 رو پخش میکنیم و میبینیم که چی حاصل کرده می شود. قیمت B را داخل کنید. من مثلا قیمت B را داخل میکنم 2 یعنی که قیمت A با قیمت B برابر می باشه. یعنی که شرطی گذاشته شده ما اجرا کرده شد. یعنی چی خیل؟ مثلا اگر گویم که B برابر 2 این X A برابر 2 این Y یعنی که B را ما داخل کردیم چند؟ 2 برابر به 2 می یعنی که ها قیمت X ها شد. بعدا A قیمت A ما به 2 برابر است. ما میسنجیم آیا قیمتی که در A خوابیده است با قیمت 2 برابر است یعنی که Y هم چی شد؟ ها شد. در این حالتی که هم طرف X و هم Y قیمتی ترو رو باز گرداندن آنگاه چی کار میکرده است؟ این عمل منطقی باز میگردانده است قیمت ترو. چه خیلی که در تبلیس آورده شده است. یعنی که اگر X ترو باشد اگر Y ترو باشد آنگاه چی؟ ترو. بیاید میبینیم مثلا به جای قیمتی B مثلا داخل میکنیم 3
ببینید یعنی که شرط ما اجرا کرده نشد. برای چی؟ برای اون که ما داخل کردیم قیمتی ب، یعنی که به تغییر بندی ب قیمتی 3 را بخشیدیم. 3 برابر به 2 می الکی چی؟ نه. الکی x قیمتش چی شد؟ فالش، یعنی که نشد. ا برابر به 2 می ها، یعنی که 2 به 2 برابر. آنگاه چی می شود؟ تماشای استنویت اطلاعات رو پخش میکنه و اینجا چی می شود؟ یعنی که قیمت x فالش، قیمت y باشد ترو، یعنی که می شده است جواب نه. وقتی که عمل منطقی n استفاده برده می شود تنها در یک حالت، در حالتی که هر دو قیمت ترو باشند بعد جواب می داد است. اگر هر دو ترو نباشند آنگاه این عمل اجرا کرده نمی شده است. این چنین نگاه کنید. بیاید در اینجا با جای and or می نویسیم. ما گفتیم که or این دو خطی راست. خب F5 رو پخش میکنیم و میبینیم. نگاه کنید. من داخل میکنم مثلا 2. قیمتی A با قیمتی B برابر است. برابر می باشد. یعنی که 2 به 2 برابر می ها. A این قیمتش هست 2. یعنی که 2 به 2 برابر می، یعنی که ها. در آن حالت چی می شود؟ در آن حالت اجرا کرده می شود عملی منطقی اور. خب بیایید در دیگر حالت می بینیم. مثلا اینجا داخل می کنیم قیمتی 4، می بینیم که باز هم شرط اجرا کرده شد. یعنی که بی ما 4 است. 4 برابر به 2 می الکی نه. قیمت x به نه برابر شد. قیمت y باشد اما به 2 برابر است. 2 به 2 برابر، بله، یعنی که ها. قیمت y باشد ترو، یعنی که ها شد. در اینجا ببینید قیمت x فالش، قیمت y ترو، یعنی که چی؟ اجرا کرده می شده است. یعنی که ترو رو باز میگردند و تنها در یک حالت اجرا کرده نمی شده است. در آن حالتی که هر دو هم x و هم y قیمت هایشان به چی؟ به فالش برابر شود. بیاید این حالت ها را هم نیز سنجیده میبریم. مثلا در اینجا 3 میگذاریم و تکمچه F5 رو پخش میکنیم و بعد از آن که برنامه کامپلیت کرده می شود در اینجا قیمت مثلا 4 رو داخل میکنیم. خب ببینید که یگان کار اجرا کرده نشد، یعنی که شرط گذاشته شده ما اجرا کرده نشد. برای چی؟ برای آنکه بی ما چند است؟ 4. ما با تغییر بندی به قیمت 4 رو بخشیدیم. آیا 4 به 2 برابر است؟ نه، برابر نیست. قیمت x فالش. تغییر بندی I ما قیمتش به 2 برابر است. اما ما سنجیده استادیم که 2 به 3 برابر می نه، یعنی که اگر هم x و هم y اجرا نشوند چی؟ یعنی که شرط اجرا کرده نمیشده است. در اینجا چه خیلی که دیده استادید هم x و هم y اجرا کرده نشدن. خب در اینجا مثال ها هست. خب مسئولیت من این است که آنچه که شما در این صحیفه دیده استادید خب اینها رو همه را در دفترتان کوچانید، یعنی که نوشته گیرید و این برای شما بسیار یک چیزی مفید است و این برنامه را که دیده استادید در عملیه یعنی که خودتان اجرا کرده بینید و در اینجا بسیار یک برنامه ساده و فهم و پیشنهاد کرده شده است و این بود آیید عملهای منطقی و من این چنین میگذارم با چی؟ اپراتورهای سیکلی گویم با ساختار اداره کننده فور. خب ساختار اداره کننده فور از 3 قسم عبارت است. یعنی که یکم قسم برای
اعلان تغییر یابنده ها و معین نمودن قیمت اولیه آنها. قسم دوم باشد برای گذاشتن شرط. قسم سوم باشد برای تغییر دادن قیمت تغییر یابنده ها، یعنی که گذاشتن قدم. گویا گفتم ممکن که قدم initialization, condition, modification، یعنی که این سه قسم در ساختار اداره کننده فار اینه که موجود است و این چنین شما میتونید در داخل این سیکل گویم یک چند سطرها، یک چند اپراتورها رو اجرا نمایید. خب و این چنین در اینجا آید این اپراتور سیکلی کمی گپ رفته است، شما این رو میخونید خودتون و بیایید با این تصویر نظر میکنیم. یعنی که وقتی که برنامه اجرا میشود یگان اپراتور رو اجرا میکند، بعد میباید با یگان شرط میافتد. این کدام شرط است؟ این همین شرطی که در قسم کاندیشن نوشته میشود. خب بعد از آن که به شرط واخورد، شرط البته در اینجا عملی منطقی استاده است، البته دو قیمت را باز میگرداند، یا ها یا نه. اگر شرط قیمتی ترو را باز گرداند، آنگاه این اپراتورها اجرا کرده میشن. بعد یگان اپراتورهای دیگر باز اجرای همون سیکل دوام مییابد تا آن دمی که قیمت شرط به فاش برابر نشود، برنامه در داخل سیکل چرخ میزند. یعنی که میباید شرط همه نباشد، اپراتورها را اجرا میکند، باز میباید همان شرط باز میرد اپراتورها را اجرا میکند تا آن دمی که شرط نشود، برنامه نمیتواند به قسم دیگری کد گذارد و در داخل همان سیکل عملهایی که در آنجا هستند تکرارا اجرا کردن میگیرد و تا آن دمی که شرط نشود، بعد از آن سیکل برآمده میرود. این چنین در اینجا مثال ها آورده شده هستند، شما میتونید از این مثال ها استفاده برید. یعنی که خب بسیار خوب میشد که یک چی گویم با وقتی خودتون را برای از این صحیفه مثلا یک دفتر می گرفتید و آن چی که در اینجا نوشته شده است با دست خود در دفترتون می نوشتید تا که برای شما هم فهموتر شود، هم تکرار و هم کلمه ها برای شما آشنا گردند. و ما باشیم بیایید میگذاریم با سی، زبان سی، کامپیلاتور سی. خب بیایید اجرا میکنیم مثلا یگان سیکل رو. من می نویسم که فار، خیلی که من گفتم فار از سه قسم عبارت است. یکم قسم این تغییر یابنده ها رو اعلان میکند و قیمت اولشان رو معلوم میکند. میگیم که اینت، یعنی که تغییر یابنده در نمود اینت با نام ای برابر است قیمت اولش با 0 نقطه ویرگول. قسم دوم این شرط ای خورد یا برابر به 10، یعنی که ای خورد یا برابر به 10 یا ها می شود یا نه. این هم شرط نقطه ویرگول. قسم سوم گفتیم قدم، یعنی که تغییر دادن قیمت تغییر یابنده. میگیم که مثلا ای پلوس پلوس قوس رو میپوشیم و در داخل قوس های کنجی چیکار میکنیم؟ اپراتور ها رو مینویسیم. مثلا شما دقت دید من در اینجا گفتم که ای پلوس پلوس این برابر قوه است با چی؟ با
ман дар ин ҷо гуфтам ки масалан и плюс плюс ин баробарқова аст ба чӣ? Ба ман дар ин ҷо гуфтам ки и плюс плюс, яъне ки и плюс плюс ин баробарқова аст ба чӣ? Ба и баробар и плюси 1. яъне ки агар и баробар ба 0 бошад, и плюс плюс ин чӣ мешудааст? яъне ки 0 баробар 0 плюси 1, яъне ки 1 қимат зиёд карда мешавад. баъдан и мо баробар мешавад ба 1. дар қадами дигар мешавад 1 баробар 1 плюси 1. дар ин ҳолат қимати и баробар мешавад ба 2. яъне ки и плюс плюс ин баробар аст ба и баробар и плюси 1. хуб, дар ин ҷо менависем cout қимати и баробар аст ба чӣ? Ба и. and l нуқта верх. хуб, барномаро ба кор медорем. ва мебинем ки и баробар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. агар мо хоҳем ки масалан ҳама пай дар пай пайдо шаванд дар экран, мо чӣ кор мекардем? калимаи and l-ро истифода намебурдем. яъне ки қимати и баробар 0 дар давоми ин қимати и баробар 1. дар ин ҷо мо and l-ро истифода намебурдем ва аз ин хотир ҳамаи онҳо пай дар пай чӣ ба экран бароварда шуданд. хуб, биёед мегӯем ки и плюс баробар 2 ва дар ин ҷо менависем and l барои он ки аз ҳама дар намуди сатри гӯем паи ҳам дигар нею бо як тартиби муайян бароварда шаванд. мо and l-ро менависем, яъне ки аз қимати нав аз сатри нав, ва мебинед ки дар ин ҷо чӣ шуд? яъне ки қимати и баробар 0 2 4 6 8 10. яъне ки мо дар ин ҷо гуфтем ки и плюс баробар 2. агар и плюс плюс ин баробар бошад ба и баробар и плюс 1, и плюс баробар 2 ин баробарқова аст ба чӣ? Ба и баробар и плюси 2. яъне ки аввал қимати 0-ро баровард. нигоҳ кунед, вақте ки барнома ба иҷрои масалан ҳамин оператори сиклӣ омад, якум яъне ки маълум намуд ки тағйирёбандаи и дар намуди int эълон карда шудааст ва қимати аввалаш ба чӣ? ба 0 баробар аст. баъдан гузашт ба чӣ? Ба қисми шарт. яъне ки 0 хурд ё баробар ба 10 ҳа, онгоҳ чӣ омад? Ба иҷрои қисми операторҳо. дар ин ҷо метавонад якчанд операторҳо бошад. операторҳоро иҷро намуд, баъдан гузашт ба чӣ? Ба қисми сеюм. яъне ки
قیمت ای را تغییر داد. ای پلوس برابر 2 یعنی که 0 برابر 0 جمع 2 این چه می شود؟ یعنی که 2. بعدا در اکران می برآورد قیمت چی؟ قیمت 2 را. و همین طور تا اون دمی که قیمت ای برابر به 10 نشود سیکل اجرا کرده تکرار یافتن میگیرد. چه خیلی که در این تبلیس در این تصویر آورده شده است، در اینجا استاده است که مثلا ای خورد یا برابر به 10. در اینجا مثلا آمده است اپراتور، در اینجا باشد ای پلوس مثلا پلوس، یعنی که ای در اینجا قیمت تغییر یابنده تغییر داده شده استاده است و همین طور سیکل اجرا کرده می شود. مثلا در اینجا ما خواهیم که از 1 سر کنیم، از 1 و اینجا مثلا قیمتی قدم را 3 گوییم. اینچنین در اینجا می توانیم مثلا نویسیم که 20 و میگیم که مثلا قیمتی برابر مثلا قدم مثلا ای در اینجا ما نویسیم که ای ضرب مثلا 2. خب برنامه رو به کار می‌داریم. خوب چه خیلی که دیده استادید یکم چی؟ یکم اومد قیمت ای رو برآورد، قیمت ای 1 به جای نوشت که قدم 1 قیمت ای برابر نوشت که مثلا 2 یعنی که قیمت ای ما 1 است، 1 ضرب 2 می شود 2 و همین طور سیکل اجرا شدن گرفت تا مثلا بینید که وقتی که قیمت ای 19 شد لکه در اینجا 38 برآورده است، یعنی که 19 ضرب 2 یعنی که می شود 38. همین طور سیکل اجرا کرده شد. اگر ما خواهیم که مثلا از 1 تا 20 در اکران برآورده شود، ما می نویسیم که قیمتی اولش برابر 1 ای خورده و برابر 20 ای پلوس پلوس و همین طور در اکران قیمت های از 1 تا 20 برآورده می شوند. اگر ما خواهیم که مثلا از 20 تا 1 برآورده شوند، آنگاه میگیم که قیمت ای برابر 20 ای کلان یا برابر به 1 و در اینجا میگیم که ای مینوس مینوس، یعنی که ای مینوس مینوس برابر است با ای برابر ای مینوس 1. یعنی که اگر ای ما 20 باشد 20 برابر 20 طرح 1 می شود 19. سیکل اجرا کرده می شود و در قدم دوم الکی 19 مینوس می شود با 1 18 17 16. یک چیز را باید شما درک کنید که وقتی که برنامه به اجرای سیکل فور میگذارد قسم یکم 1 مراتبه اجرا کرده می شود. یعنی که وقتی که همین کامپیلاتور به سیکل فور وا میخورد قسم اینیتیالیزیشن 1 مراتبه اجرا میکند، یعنی که تغییر یابنده را در کدام نمود و در کدام قیمت اوله بودنش را معلوم میکند خلاص و در آینده تنها با قسم شرط و قسم سیوم یعنی که تغییر دادن قسم چی تغییر یابنده کار میکند، دیگر به این قسم اوله بر نمیگردد. و همینجا مثلا از شرط به اپراتور، از اپراتور به تغییر دادن قیمتی تغییر یابنده، یعنی که قیمتی تغییر یابنده را زیاد و یا کم میکند و باز میگذارد به همان شرط و همین طرف سیکل اجرا کرده میشد و این وقتی که شرط قیمتی فالش را باز میگرداند آنگاه برنامه چی برآمده میرد. یعنی که اگر ترو باشد اجرا کرده میشود، اگر فالش باشد برآمده میرود. و بیایید میبینیم باید از 20 تا چی 1 در اکران برآورده شود. خب چه خیلی که دیده استادید الکی قیمت ها از 20 19 18 17 دیگر برآمدن از تا 1.
سوال شدنش ممکن مثلا هست مثال ها که s برابر مثلا 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 مثلا پلس 100. ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم که مثلا ای برابر 1 ای کلان یا برابر 100 ای پلس پلس و در اینجا میگیم که اولا یکان تغییر بنده s اعلام میکنیم مثلا int s و میگیم که قیمت اولش برابر با 0 و در اینجا میگیم که s برابر s پلس e میگیم که بیاین من اینجا یک چیز رو برای شما میگم. بیاین میگیم که قیمت s برابر مثلا s نکنم دقت دید. وقتی که من F5 رو پخش میکنم برنامه رو اجرا میکنم ببینید که ما در اینجا نقطه ویرگول رو نگذاشتیم، از همین سبب برنامه ما کامپلیت کرده نشد و آن کامپلیت پیشتری که کرده بود یعنی که آن را چیکار کرد؟ اجرا نمود. و ببینید که برای چی یگان قیمت رو ما نگرفتیم؟ شرطی ما اجرا نشد. این سبب چیست؟ فور ای برابر 1 ای کلان یا برابر به 100 ای پلس پلس اس برابر اس پلس ای سی اوت قیمتی اس برابر به اس and ال. برای چی؟ برای چی برنامه اجرا نشده استاده است؟ قیمتی s برابر به 0. عجیب. خطاگی در کجاست؟ خطاگی البته در شرطی گذاشته شده ما خیلی که گفته بودیم اگر قسم شرط ترو باشد آنگاه اپراتور سیکل اجرا کرده میشه، مثلا سیکل فور اجرا کرده میشه. یعنی که ای ما یک کلان یا برابر به 100 می الکی نه شرط اجرا نشد، از این خاطر سیکل ما نیز اجرا کرده نشد. ما باید در اینجا میگفتیم که ای خورد یا برابر به 100. بعدا وقتی که ای ما 1 است یک خورد یا برابر به 100 می بله یک خورد از 100 است لیکن برابر نیست. در اینجا دقت دید که کلمه یا استفاده شده است. یک خورد یا برابر به 100 یعنی که اگر در عمل منطقی یا یک مثلا قسم x اجرا شود و قسم y اجرا نشود آنگاه چی بود؟ ها بود. و همین طور اپراتور سیکل اجرا کرده میشه و میبینیم که قیمت s ما با چند برابر میشه. خب قیمت s ما برابر میشه است با 5050. دقت دید اگر من این قسم کد را در داخل سیکل پرتایم، در داخل سیکل ببینید چی واقع رو میدید. 100 مراتبه اس را در اکران چاپ میکند. نه 100 مراتبه نه، در اینجا الکی
بله 100 مراتب. خوب ببینید که و در آخر میگه که s برابر با چی؟ s برابر با 50. برای چی؟ برای اینکه ما هر باری که قیمت سیکل اجرا کرده میشد یک مرتبه همون قیمت s را در اکران چی می برآورد. برای خاطر که این حالت ها نشود ما باید قیمت s را بعد از تمام شدن سیکل بعد به اکران براره. خب همین طور اوید این استفاده اپراتورها مثال ها در این صحیفه نوشته شده است. اینها رو خوب میشد که خوب دقت دید که در اینجا گفته شده است که این سیکل به انتهاست، یعنی که قیمت تغییر یابنده اعلان کرده نشده است و یعنی که خب قسم سیوم اپراتور سیکل یگان قیمت گذاشته نشده است و تنها در قسم شرط عدد 1 و این سیکل به انتهاست، یعنی که به انتها خودتون میدانید که الکی به انتها یعنی که اجرا شده استادان میگیرن، یعنی که وقتی برنامه به سیکل افتاد تماما دیگر از این برآمده نمیتواند، یعنی که این شرط همه خیلی یک گذاشتگی همه خیلی دیگر از این نمیگذرد، یعنی که سیکل چی میشود؟ به انتها. و شما میتوانید اینچنین در این نمونه ها استفاده برید و اینها را همش را در دفترتون نوشته گیرید و گمان میکنم که اپراتور سیکلی فور برای شما کمتر فهم شد و ما در درس های آینده هم از استفاده سیکلی فور و هم از استفاده اپراتور شرطی دیگر برنامه را ترتیب میدیم که برای شما خوبتر و آسانتر و فهماتر میشون. با همین من با شما خداحافظی میکنم تا درس نوبتی.